مونلاز یک شیرخ‌پزی در قریه رباط چهارسرک بلخ شیرخانه داریم. 4 نوع شیرخ ما تولید داریم. از شیر گاو است، تنها شیر خالص و شکر و هیل است. از این 4 نوع که شیرخ است، تراشه است، شیرخ میوه‌ای است، جاله است. 4 نوع شیرخ ما از این شیر تولید میکنیم. ما 18 نفر کارگر داریم. 6 نفر قالی‌تو داریم. به حساب حاجی حفیظالله است که بیادرانش کلکشان شیرخانه به نام حاجی حفیظالله است که سر قالی خود از یاست. جای فامیلی هم داریم، جای یه مردم شهر زیاد میاد. شهر هم از اطراف هم منطقه چمتال چهاربولک است. روزای پنجشنبه، روزای جمعه خب بیخی زیاد است. دیگر روز خوب است، مگر روزای پنجشنبه و جمعه بیخی زیاد است. شاید 1500 نفر بیاید روزانه. 50% تغییرات آمده، زیاد شده. کاربار خود راضی هستیم، اگر همین تو شرایط آرام باشه و همین تو آرامی باشه، ما میخوایم که کاری خود از دیگه هم توسعه بدیم. قیام میشه فقط خاص شکر است همراه هیل. جوش داده میشه باباجی ما. از صبح 7 بجه جوش داده میشه فقط تا نماز شام. شیر ما داخل دیگ است. قیام میشه. در خود رنگ میگیره. دیگه بعد از اون یخ میکنیم و شیرخ بسته میکنیم. همراه مشتری‌ها شیرخ شکایت نکنه، شیرخ خوبتر باشه. ان شاء الله کلی خوشی است از شیرخیم. شکر شاگردا دارم، در شیرخ‌پزی یک شاگردم هست. باز عرض سلام، میرویس هستم، باشنده فامیلای کودبرق هستم. آمدیم در ولسوالی بلخ به خاطر تفریح. طرفای دیگر است در این منطقه شیرخ بسیار خوبش میته. شیرخانه حاجی حفیظالله قاری است. هفته یک بار دو بار میجا میایم میشینیم، همراه دوستا یک میله میکنیم، یک شیرخ میخوریم، بعد از یک دوره داخل بلخ میریم. کل چیز خوب است، قیمت هم درست است. ای که اهمیت باشه، قیمت هم بالا باشه، برای ما تفاوت نداره. برای ما چی مهم است که اهمیت باشه، مردم آرام باشه، با فکر آرام بتونه یک جای سفر کنه، بشینه بخیزه. حالا شب میگردی، روز میگردی، در 12 شب ما میایم اینجا شیرخ میخوریم، پس میریم به خانه خود.
سلیمان صالح هستم از شهر مزار شریف. چند سال تیر میشه که روی آرامی را ما ندیده بودیم. شکر در فصل بهار که میرسه ما از مزار شریف، از سمنگان، از تاشقرغان، از تمام ولایات افغانستان اینجا میایم به خاطر میله مردم. به خاطر که اینجا بسیار مشهور است، نام خدا سعی کنین بیروبارش هم زیاد است، مردم زیاد میاین. شریخش هم بسیار یک شریخ خوب است.